5 حقیقت تلخ و روانی که هیچ کسی دوست نداره باورشون کنه. شماره 1: آدما بهت احترام نمیذارن چون خوب و مهربونی، چون کاری براشون کردی. احترام همیشه معامله است، تا سود نداشته باشی فراموش میشی. شماره 2: مغزت باورت میکنه حتی اگه به خودت دروغ بگی و سعی کن چرت و پرت بار خودت نکنی. اینجوری خود به خود خودتو نابود میکنی. شماره 3: هیچکس واقعا براش مهم نیست حالت چطوره، فقط میپرسن چون عرفه. درد واقعی ساکته، حتی وقتی هم بگی کسی گوش نمیده، فقط وانمود میکنه که داره درکت میکنه. و حقیقت 4: زیادی که تو دسترس باشی ارزشت میاد پایین. روان انسان دنبال چیزی که دست نیافتنیه، نه چیزی که همیشه دم دستشه و به راحتی به دستش میاره. و در آخر، آدمایی که وانمود میکنن همه چی اوکیه معمولا از درون داغونترن و این سکوتشون یه جوری زنگ خطرشونه و بیشتر جنبه طنز زنن و دور اطرافیانشون رو بیشتر میخندونن تا بتونن غم و اندوهشون رو پنهان کنن.